صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. در این دنیای تاریک و مجهول، ای خدای نور و قدوس و عادل، به سوی تو روی می آوریم و به درگاهت با فروتنی و خضوع آمده و از تو تمنا می کنیم که نور حیات و الطاف و رحمت خود را بر ما گناهکاران و قاصران درگاهت تابان نما و ما را از فیض خود مستفیض بگردان، ای خدای عادل، زیرا نیازمند توییم و بدون فیض تو تا ابد گمراه خواهیم بود. تو خدای عادل و مهربان و محبت هستی. تو خدای رحیم و کریم و غفور هستی و تو تنها خدایی و هستی و وجود ما از توست. بارالها، در کلامت به ما فرموده‌ای که اگر ما به خداییم و متوجه عصیان خود بشویم و توبه کنیم، اگر از قلمرو و حکومت اهریمنی دوری ورزیم و به سوی تو بازگشت نماییم، تو ما را پذیرایی و ما را میبخشی. پس خدایا، اکنون آمده ایم تا بخشش تو را بیابیم، آمده ایم تا فیض تو را کسب کنیم. پس در این ساعت بگذار حضور تو را در دلهای خود، در تار و پود و وجودمان احساس کنیم و محبت تو را پذیرا شویم. این تمنا و دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. عیسی مسیح در فصل 15 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا از آیه 11 با بیان داستانی محبت ازلی و عظیم و بی انتهای خدا یکتا را به بندگان گناهکار و نالایق خود بازگو می کند و اعلام می دارد که خدا از بدو خلقت تا به امروز حتی ذره‌ای هم از محبت خیش را از بندگانش کم نکرده. و اگر امروز من و شما از محبت و الطاف الهی محروم هستیم و اگر من و شما در زندگیمان جز بدبختی و ستم و ظلم و ناحقی و شکست چیزی دیگری نداریم، علت این نیست که خدا ما را ترک کرده. علت این نیست که محبت خدا شامل حال ما نیست، بلکه دلیل محرومیت از محبت خدا یکتا خودمان هستیم و نه خدا. شاید قبول این مطلب برای خیلی از ماها که روزگارمان جز سیاهی چیزی دیگری نداشته مشکل باشه. ولی دوستان عزیز، اگر به علت خلقت و علت هستی خود پی برده و صفات و سیرت خدا یکتا را دانسته باشید، بدون شک خواهید فهمید که از ماست آنچه بر ماست. اتفاقا خیلی راحت میتوان این حقیقت را به اثبات رساند. یعنی اگر علت فرستادن انبیا و پیامبران خدا را بدانید، آن وقت خواهید فهمید که خدا خدای محبت است و بندگانش را دوست داره. برای همین پیامبران را فرستاده، حتی بندگان خاطی و گناهکارش را. البته او از اعمال بد و افکار و نیت ما خوشنود و راضی نمی باشه. او اعمال گناه‌آلود ما را دوست نداره
ولی خود ما را دوست داره. مثل پدری است که فرزندش را دوست داره، اما وقتی که فرزندش خطایی می‌کند او را از روی محبت، از روی عشق و علاقه تنبیه و اصلاح می‌کند. این تنبیه نشان نفرت از فرزندش نمی باشه، بلکه نشان نفرت از عمل و خطای نادرست اوست و در عین حال بیان کننده محبت او، عشق و علاقه او به فرزندش است. چون اگر فرزندش را دوست نداشته باشد، پدر هرگز بچهش را تنبیه نمی کند. و ای عزیزان، این حقیقتی است که در عالم روحانی برای ما مصداق است. عیسی مسیح در یکی از تعلیمات خود داستانی را بیان می‌فرماید که عین این حقیقت را بازگو می‌کنه و نشان می‌دهد که محبت خدا هرگز نسبت به بشر کم نشده و حتی نسبت به انسان خاطی و یاغی، دوستان عزیز، هنوز محبت داره و نشان می‌دهد که این رفتار و اعمال و کارهای ماست که مانع‌ها به وجود آورده، موانعی که جلوی در رحمت و محبت خدا را برای ما گرفته است. در فصل 15 انجیل لوقا عیسی مسیح 3 مثل یا داستان را بازگو میکنه که هر 3 اشاره به شادی و رضایت خدا در قبال بازگشت آدمی می باشد. در قبال بازگشت من و شما در پرتو رحمت و عنایات و فیض اوست که البته معروفترین این مثل ها مثل پسر گم شده یا داستان پدر مهربان است که از آیه 12 فصل 15 از انجیل لوقا شروع می شود و تا آخر فصل ادامه دارد. در برنامه قبل این آیات را به سمتون خواندم، اما نظر به این که در این مثل پیام انجیل نهفته است و علت مشکلات و ریشه بدبختی های بشر را بیان می کند، اجازه می خواهم که دوباره روی این داستان معروف تفکر و تعمق کنیم. شاید بدین وسیله امروز شما نیز صدای خدا را در قلبتون بشنوید. شاید وجدانتون بیدار بشه و شاید چشمان روحانی شما باز شده به سوی خدا بازگشت نمایید و با ایمان آوردن به منجی زنده عیسی مسیح کلمت الله امروز از گناهانتون آزاد بشید و بخشش خدا را شامل حال خود سازید. یکی از همکاران عزیزمون یعنی آقای پرویز فاضلی پور این داستان را به صورت شعری سراییده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. می‌فرماید عیسی مسیح خدا بوده و باشد همه را رهنما، از اثر پند و مثلهای خیش داده تسلی به گروه پریش. غمزدگان را ز غم ماتم کرد، آزاد کرد، جان همه ماتمیان را شاد کرد. گفت که بخشنده خدای جهان می‌گذرد از گناه بندگان، خیل ملائک همه شادان شوند چون که گنهکار پشیمان شود. پسر گم شده بود یکی تاجر با اعتبار، داشت 2 فرزند در آن روزگار. زاده کهتر ز غرور و شر نزد پدر شد یک روز به، گفت پدر مطلب من گوش کن، آز و شرع پاک فراموش کن، حصه اموال مرا کن عطا، تا که کنم خرج ز روی رضا. حصه من گر نسپاری به من، از غم آن چاک زنم پیراهنم. بهره آن زاده خود را پدر، داد ز مال و چشم و سیم و زر. کرد جوان کوچ به ملکی بعید، تا کند زیست به عزت سعید. لیک همان بی هنر زرپرست، بعد کمی داد و تمول ز دست. هستی خود را وقف ملاهی نمود، عمر همه صرف تباهی نمود. با 3 تن مردم بی نام و ننگ، کرد تلف هستی خود بی درنگ. عاقبت از شدت درماندگی، و از الم و منت و وامندگی، رفت به نزدیک یک مالدار. گفت ای صالح و بالا تبا، بر من مسکین ز لطف و کرم رحم بکن. رحم بکن چون زار و شکسته شدم، گرسنه و هر و پریشان شدم، در بدر از خانه و خیشان شدم. هر که کند رحم به من در این جهان، رب دهدش اجر بی کران. سوخت دل بی غم آن مالدار، تا که بدید مرد پریشان زار. کرد جوان را به زمینی روان، تا که کند
بهر گرازان شبان. لیک ز خرنوب نصیبی نبرد، قوت گرازان نتوانست خورد. عاقبت از شدت درماندگی و از الم و منت و واماندگی، گفت به خود از ره توبیخ و تل، کی شده مستوجب این نفرین. مر پدرم نیست 200 کارگر، جمله ز خوان کرمش بهره ور. ارچه من در به در بی پناه، رو نتابم به سوی آن بارگاه. گویمش ای والا مقام، غرفه دریای گناهم تمام. بر من مسکین ز لطف و کرم، رحم بکن زار و شکسته ترم. رفت به نزدیک پدر با شتاب، با دلی ز آتش حسرت کباب. چون پدر از دور پسر را بدید، شاد روان گشت به سویش دوید. بوسه بزد به سر و روی پسر، آن پسر بی هنر و در به در. گفت پسر ای پدر نامدار، غرفه دریای گناهم تمام. کرده خطا نزد تو و آسمان، حال بده بر من مسکین امان. لایق فرزندی تو نیستم، چون که خطاکار بسی زیستم. از گناه خود شدم منفعل، کار بده تا کنم از جان و دل. لیک پدر خواند غلامان خویش، گفت به خدمت همه آیید پیش. چون پسرم مرده بود و زنده شد، در نظرم باقی و پاینده شد. چون پسرم مرده بود و زنده شد، در نظرم باقی و پاینده شد. در این داستان دوستان عزیز، مقصود از آن پسر کوچک که از خانه پدرش دور میشه من و شما هستیم، که از خانه یا ملکوت الهی، خانه حقیقی خود جدا شده ایم. در ملکوت خدا بودیم اما از آن جدا شده و بر اثر اعمال نادرست و غلط در گناه و بدبختی اسیر شده ایم. پدر او را هرگز از حضورش بیرون نکرد، بلکه این پسر بود که از حضور پدرش فرار نمود و غرق در گناه شد. ولی نکته امید و نقطه عطف این داستان اینه که زمانی است که پسر به خود میاد، متوجه میشه که از پدر دور شده و بعد با روح پشیمانی و شرمندگی و ندامت به سوی پدر مهربان خود برمیگردد. انتظار دارد که پدرش او را قبول نکند. چرا؟ چون به هر حال خیلی نسبت به پدرش بدی کرده بود. او خود را لیاقت فرزند بودن او نمیدانست. اما پدر مهربانش به استقبال او میره و او را میبخشد، او را میپذیره، او را برکت میده و برای آمدنش جشن شادی میگیره. او را میبوسد و میگوید پسر من مرده بود زنده شده. هدف و مقصود عیسی مسیح از این داستان این است که عزیزان، من و شما هم همانند آن پسر کوچک بدانیم که از خدا جدا شده ایم. از پدر آسمانی خود فرار کردیم، گریخته ایم، مطیع اوامر او نشدیم و در عوض راه خود را طی کرده ایم. و تا زمان که در این موقعیت هستیم مثل آن پسر در غربت و بدبختی خواهیم بود. ولی اگر همانند آن پسر به خود بیاییم و بعد حالتی که هستیم رو ترک کنیم، یعنی از خواسته و اراده نفسانی و عقلانی خود دست برداریم و به سوی عیسی مسیح بیاییم و خود را تسلیم کنیم، آن وقت ملاحظه خواهی کرد که پدر آسمانی که خدای محبت است ما را به ملکوت خود خواهد پذیرفت، فیض خود را به ما عطا می کند و ما بخشیده خواهیم شد. و دوستان عزیز، وقتی که در ملکوت او هستیم آرامش است. وقتی که در ملکوت او هستیم آرامش است. وقتی که با خدا باشیم برکت است. وقتی در حقیقت و راستی و راه و رضای خدا باشیم در زندگی همیشه امید است، همیشه شادی است. حتی در مشکلات و جفا و غم شادی الهی بر ماست. آرامش خدا روح و وجود ما را فرا میگیرد و از همه مهمتر حیات جاودانی نصیب اون میشه که در حضور خدا خواهیم بود و با خدا زیست خواهیم کرد و حضور پرجلال و قدوس خداوند محبت ما را بی نیاز از هر چیزی دیگری میگرداند. پس دوست عزیز، برادر من، خواهر عزیز من، پدر من، مادر عزیز من، بدانید و آگاه باشید که خداوند
علت محرومیت های ما نیست، بلکه علت محرومیت ها و بدبختی های ما از خود ماست و خدا این محرومیت ها و بدبختی ها رو در ما میبینه و نه فقط متوجه شد که ما چقدر گناهکاریم و خطاکاریم و محروم هستیم، بلکه ای خدای مهربان تو را شکر میکنیم که راه رهایی هم به ما نشان دادی. بله دوستان، خدای مهربان راه رهایی را به ما نشون داده. ببینید، از نظر خدا همه ما انسان ها در هر مقام و جاه و جلالی که باشید، از هر نژاد و طایفه‌ای که باشید فرق نمیکنه. همه ما گناهکاریم و نسبت به خدا مرده ایم. چرا؟ زیرا از او اطاعت نکرده ایم و دوست نداشته و نداریم که با او صحبت کنیم و یا اراده او را پیروی نمی کنیم. اما اگر توبه کنیم، اگر تسلیم او بشیم، اگر از اعمال بد خود پشیمان شدیم و دست بکشیم و به حضورش بیاییم، اگر خود را تسلیم کلمت الله کنیم، آن وقت خدا به ما قلبی تازه میدهد، قلبی زنده میدهد، فکری تازه و حیاتی تازه میدهد که گویی تازه از قبر برخاستیم و زندگی نوینی را آغاز کردیم. زیرا خداوند به ما بصیرتی میدهد که دنیا را، زندگی را با دید تازه خواهیم گریست. پس این با من و شماست که آیا مثل آن پسر پشیمان و بدبخت توبه کنیم و به سوی خدا برگردیم و یا در حالتی که هستیم کماکان باقی بمانیم. محبت خدا برای همه است و دروازه رحمت حق و محبت او بر همه باز است. خوشبخت کسانی هستند که به سوی او روی می آورند. خوشبخت کسانی هستند که همانند آن پسر گم شده توبه کنند و به سوی حقیقت، به سوی پدر آسمانی برگردند. و ما در ادامه مطالعه انجیل مقدس حالا توجه خود را به فصل 16 جلب می کنیم و تا آنجا که فرصت است آیات را که درباره طرز استفاده صحیح از اموالی که خدا عطا کرده است برای شما قرائت می کنم و توضیحاتی به عرضتون می رسونم. این امر مهمه بدونیم دوستان عزیز، زیرا متوجه میشیم که ممکن است آنچه که خدا به ما عطا کرده است رو داریم به نحو بسیار غلطی از آن استفاده می کنیم و در نتیجه به جای اینکه باعث برکت و یا کمک دیگران بشیم، از آنچه که خدا به ما داده دیگران را کمک کنیم، سبب بدبختی و بلا و چه بسا موانعی به ورود ملکوت الهی میشیم. و حقیقت اینه که بسیاری از آنچه که خداوند عطا کرده است به جای اینکه در راه خیر به کار ببرن و سبب تقویت ایمانشون بشه، آن برکات الهی موانعی گردیده که به ملکوت خدا وارد نشوند. من و شما باید هوشیار و بسیار امانتدار باشیم که آنچه را که خدا در طول عمرمون به ما عطا می کند همه را مطابق رضا و خواست او به کار بگیریم. به 13 آیه اول توجه فرمایید. اجازه بدید که از ترجمه تفسیری انجیل خدمتتون بخونم. می‌فرماید عیسی این حکایت را هم برای شاگردان خود تعریف کرده. گفت شخص ثروتمندی بود که یک نفر حسابدار استخدام کرد تا به حسابهایش رسیدگی کند. اما طولی نکشید شایع شد که آن حسابدار شخص متقلب و نادرستی است. پس کارفرما او را خواست و گفت شنیدم از مال من دزدی می‌کنی. هرچه زودتر حسابهایت را ببند چون باید اخراج شوی. حسابدار پیش خود فکر کرد، گفت حالا چه کنم؟ اگه از اینجا که اخراج شوم نه قوت دارم بیل بزنم و نه رو دارم گدایی کنم. فهمیدم چه باید کنم. باید کاری کنم که وقتی از اینجا بروم دوستان زیادی داشته باشم تا از من نگهداری کنن. پس هر یک از بدهکاران کارفرمای خود را دعوت کرده به ایشان وارد مذاکره میشه و از اولی پرسید که چقدر به ارباب من بدهکار هستی؟ جواب داد 100 حلب روغن زیتون. حسابدار گفت درست است، این هم قبضی که امضا کردی. حالا این قبض را پاره کن و در عوض یک قبض دیگر بنویس 50 حلب. از دومی پرسید تو چقدر بدهکاری؟ جواب داد 100 خروار گندم. به او گفت قبض خود را بگیر و به جای آن 80 خروار بنویس. آن شخص ثروتمند زیرکی آن حق باز را تحسین کرد. در واقع مردم دنیوی از لحاظ نادرستی و تقلب زیرکتر از مردم خداشناس هستند. مردم دنیوی از لحاظ نادرستی و تقلب زیرکتر از مردم خداشناس هستند. مال دنیا
اغلب در راه بد مصرف می شود، ولی من به شما توصیه می کنم آن را در راه خوب مصرف کنید تا دوستانی پیدا کنید، تا وقتی که مال دنیا تمام شود خانه‌ای در آخرت داشته باشید. زیرا تا در کارهای کوچک درستکار نباشید، در کارهای بزرگ درستکار نخواهید بود. اگر در مورد یک چیز جزئی حق بازی کنید، در انجام وظایف بزرگ هم حق باز و نادرست خواهید بود. اگر کسی نتواند در مورد ثروت دنیوی به شما اعتماد کند، چه کسی در خصوص ثروت‌های حقیقی آسمانی میتواند به شما اعتماد کند؟ و اگر در مال دیگران خیانت میکنید، اگر در امانت دیگران خیانت میکنید، چه کسی مال خود را به دستتون خواهد سپرد؟ دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، در این مثل عیسی مسیح میخواهد به شاگردان خود تعلیم بدهد که چگونه در امانت درستکار و صادق باشند و عدالت را اجرا نموده و ثروت یا هر استعداد یا هر عطیه‌ای که خدا به آنها عطا کرده است را به طرز صحیح به کار ببرند. عیسی مسیح از داستان و وقایع روزمره استفاده میکرد تا مقصود خودش رو به شاگردانش برساند و به قول معروف آنها را خوب شیرفهم کند. میگوید شخص دولتمندی بود که ناظری رو بر اموال خود گذاشته بود، ولی این ناظر آدم درستکاری نبود، متقلبی بود. در آیه 2 میگوید به او میگه اخراجی، حسابات رو تحویل بده و برو. ناظر ملتفت میشه که اگر پای محاسبه به میان بیاد مفتضی خواهد شد یا آبروش میره و از آن به بعد هیچ کسی به او کاری نمیده و نمیتوانست در آن سن و سال هم روی پای خودش بایسته. پس بازرنگی تمام میاد و با بدهکاران کنار میاد و به قول معروف از مال خلیفه میبخشه تا خودش رو نزد بدهکاران عزیز کنه. وقتی اربابش موضوع رو میفهمه او رو تحسین میکنه، اما این تحسین نه به خاطر تقلب از مال بخشیدن بود، بلکه به خاطر زرنگی و هوشیاری و آینده نگری او بود، زیرا در فکر تأمین آسایش خودش در آینده بود. حالا مقصود عیسی مسیح همینه که ما نیز باید متوجه آینده خود باشیم. البته مقصود این نیست که ما سعی کنیم بیایم این کارها رو انجام بدیم و یا از این قبیل تقلبات رو انجام بدیم تا آیندهمون رو تأمین کنیم. خیر، هدفش اینه که ما بتوانیم در جستجوی سعادت ابدی خود از این نوع زیرکی تقلید کنیم. بله دوستان عزیز، من و شما باید در فکر آینده خود باشیم، آن هم آینده‌ای که با خدا خواهم بود. در آیه 9 مسیح اخطار می‌دهد که ثروت این دنیا پر از مخاطرات است، زیرا غالباً صاحبان آن را هلاک می‌کند. پس می‌فرماید دوستانی برای خود پیدا کنید، یعنی به جای اینکه بگذاریم ثروت ما را فریب بدهد و ما را اسیر خود سازد و تباه کند، باید طوری آن را به مصرف برسانیم که برای خود دوستان واقعی تهیه کنیم. پسر کوچکتر به واسطه پول فریب خورد و به وسیله آن نتوانست دوستان حقیقی برای خود پیدا کند. ولیکن با کمک به نیازمندان و شفای بیماران و تربیت فقرا و نگاهداری یتیمان و بیوه‌زنان و موعظه بشارت انجیل بر گناهکاران، ما می توانیم اموال خود را طوری خرج کنیم که دوستان حقیقی و دائمی به دست بیاوریم، تا هنگامی که اجل گریبانگیرمون میشه و باید این جهان را ترک کنیم و مایملک دنیوی خود را در این عالم باقی بگذاریم، این دوستان ما را در بهشت شاد باش بگویند. منظور آیه 10 این است که بدانیم استعمال صحیح پول چقدر از نظر خدا مهم است. زیرا اگر شخصی در مکنت این جهان یا در چیزهای کوچیک امین باشه، در امور عالیه مخصوصا امور روحانی نیز امین خواهد بود. ولی اگر در چیزهای دنیوی خائن باشد یا پول خود را برای چیزهای نادرست به کار ببرد، مسلماً در مسائل روحانی نیز خائن خواهد بود. ای عزیزان، دلیل اینکه بسیاری از مردم این جهان از خدا پیروی نمی‌کنند اینه که در معاملات دنیوی خود تقلب می‌کنند و وقتی در امور دنیا حق باز و متقلب باشند، مسلماً از خدا پیروی نمی‌کنند. یکی از دوستان هموطن که در تهران زندگی می‌کند، وقتی ازش پرسیدم که چطور با حقوق کم داری در این شهر گران زندگی می‌کنی، گفت ای بابا، همه تقلب می‌کنن و رشوه می‌گیرن، من هم مثل همه دارم زندگی می‌کنم. همه این کارو می‌کنن، منم دارم این کارو می‌کنم. چنین دوستی و دوستانی
هرگز در امور روحانی مورد اعتماد نخواهند بود. هرچند هر روزم نماز بخوانند و روزه بگیرند و زیارت بروند و مؤمن و به خدا باشند. خدا به ما ثروت ارزانی می‌دارد تا آنکه ما را در عمل آزمایش نماید. اگر ما نسبت به وعده مزبور امین باشیم و برای جلال او خرج کنیم، آنگاه ثروت حقیقی را که همیشه باقی است به دست ما خواهد سپرد. آیه 12 نشان می‌دهد که مال دنیا به ما تعلق نداره، از آن ما نیست، بلکه از آن خداست و ما فقط در واقع حکم ناظری هستیم که یک روزی باید آن را به خدایی که صاحب مال است تحویل بدهیم. پس دوستان، ما حق نداریم فقط آن را برای استفاده مقاصد شخصی به کار ببریم. در آیه 13 راز موفقیت در این راه را به ما نشان می‌دهد. میگوید طریق امین بودن در استعمال مال دنیا آن است که خدا را بندگی کنیم، نه پول را. متاسفانه خیلی ها هستند که این حقیقت را می‌دانند و درست برعکس آن رفتار می‌کنند، یعنی پول رو خدای خود قرار داده‌اند. اما من و شما دوست عزیز باید خدا را اطاعت کنیم و پول خود را موافق اراده خدا خرج کنیم. پس در چیزهای کوچک امین باش تا بتوانی در چیزهای بزرگ امین باشی. در امور دنیوی امین باش، در امانت دنیا امین باش تا در عالم معنویت نیز امین باشی. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.